شدند. به خسرو انوشیروان لقب‌های روشنگر، نیکخواه و دادگر دادند. در دوره سلطنت انوشیروان دادگر بین ایران و یونان ارتباط فرهنگی شکل گرفت. طاق کسری، دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور از بناهایی است که به دستور خسرو انوشیروان ساخته شدند. طبق گفته‌های فردوسی در شاهنامه، انوشیروان دادگر قلمرو ساسانیان را به 4 بخش تقسیم کرد. بخش اول خراسان و قم، بخش دوم آذربایجان و ارمنیه که اردبیل و گیلان را شامل می‌شد، بخش سوم پارس و اهواز و بخش چهارم شامل عراق و روم بود. انوشیروان تلاش کرد تا در این مناطق فقیری نباشد و اگر فقیری بود از خزانه شاهی به او کمک می‌کرد. طبق شاهنامه فردوسی، انوشیروان دادگر زمین‌ها را به دهقان‌ها واگذار کرد